اینو بهتون بگم، ما رو دارن میبرن به مهمانی، نه میرویم به مهمانی. این اشتباه هر کی بگه. دعیتم الی ضیافت الله که ما داریم شد دعوتون تکوینیون لا تشریع. دارن میبرن ما رو. اگر امام هشتم فرمود آخرین جمعه است، من بهتون بگم این آخرین شب پنجشنبه ماست که مال ما شب میبرن ما. بعد حضرت شروع کرد بهش گفت بسیار بخوان این دعا را، اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعب فاغفر لنا فيما بقي. اگر خدا در این گذشته ماه شعبان از ما نگذشتید، ما رو نبخشید، در این چند روز ما رو ببخش که ما آماده بشیم برای ورود در این چیز ضیافت الهی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.